سلام خدمت دوستای عزیز. فنرهای تخت یا شمش واسه اینکه حرکت ارضی نداشته باشن و سر و صدا ایجاد نکنن نیاز به بست دارن که تمام لایه های فنر رو کنار خودشون نگه دارن. امروز میخوایم طریقه ساخت بست رو اشتراک بذاریم. نیاز داریم به تسمه شماره 3. سایز کوچیک‌تر هم باشه مشکلی نیست. معمولا عرض فنرها 6 سانتی متره. من اینجا کلا 19 سانت برش زدم. 6.5 اینور 6.5 اونور علامت زدم که خم کنم و سوراخ‌کاری ها رو انجام بدم. یه بست محکم واسه فنرها درست کنیم. بعد علامت زدن 6 سانت و نیمای طرفین با سنگ فرز شیار ایجاد کردم واسه خمکاری راحت تر. بعد اینکه این دوتا گوشه رو خم کردیم یا قبل خم میتونین دوتا سوراخ هم ایجاد کنین واسه پیچاتون. خب بعد اینکه سوراخامون رو زدیم میایم که خم کنیم. ما حالا یه جایی هستم که هیچ گونه امکاناتی دم دستم نیست. اگه باشه گیره که ببندی و راحت تر میشه خم کنی. متاسفانه من جایی هستم که الان هیچ گونه امکاناتی دم دستم نیست و با کمترین امکانات دارم این کار رو انجام میدم. بعد اینکه خمکاریمون رو انجام دادیم واسه اینکه این وقتی که پیچ ها میبندیم فشار به این گوشه ها نیاد، ترجیحاً یه خالجوش میزنیم داخل که یا بغل که باز نشه یا اینکه تحت فشار قرار گرفت از این قسمت ها نشکنه.